روز 28 ایون سال 2024 در ایران انتخابات پیش از مولد پرزیدنتی دایر می شود. به این انتخابات که در پی بر اثر سقوط چرخبالش در ماه علاق شدن رئیس جمهور قبلی ابراهیم رئیسی اعلام شد، از سوی شورای نگهبان انقلاب اسلامی تنها 6 نامزد را داده شد که به استثنای مسعود پزشکیان یگانه نامزد اصلاح طلبان، 5 نامزد باقی همه از جنیهای محافظه‌کاران و تندروان نمایندگی می‌کردند. در عرفه آوازدهی 2 نامزد محافظه‌کاران، شهردار تهران علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده از جناح پرزیدنت فقید رئیسی نامزدی خود را پس گرفتند. قاضی‌زاده از نامزدی‌های دیگر محافظه‌کاران نیز خواست که نامزدیشان را بگیرند و با این عمل جبهه انقلاب را تقویت بخشیده آوازهای طرفداران محافظه‌کاران را بین خود تقسیم نکنند. زاکانی نیز اعلام کرد که با هدف راه ندادن به ریاست سیام حسن روحانی نامزدیش را پس میگیرد. نامزد اصلاح طلبان مسعود پزشکی نفر تحت حمایت محمد جاوید ظریف دانسته می شود. ظریفی در دوره پرزیدنتی روحانی وزیر خارجه بود و محض او معامله هسته‌ای با غرب را از نام ایران امضا کرده است. در پیشروی آوازدهی یک نگرانی جدی محافظه‌کاران با زمین است که آوازهای طرفداران آنها می توانند در بین چند نامزد تقسیم شده پزشکیان را که یگانه نامزد اصلاح طلبان است پیش صف نمودار بسازد و تا کار انتخابات را به دور دوم بکشاند. اتفاقی که محافظه‌کاران چندان برای دادنش میل نشان نمیدهند و میخواهند انتخابات در دوره اول با پیروزی بیچون و چرای نفر آنها انجام شود. بنا به نتیجه های یکی از نظرخواهی که در عرفه آوازدهی انجام شد، سید یونس استرافشنی در صحیفه‌اش در فیسبوک نشر کرده است پزشکیان در حقیقت نسبت به نامزدهای دیگر پیش صف به نظر می رسد. آخرین نظرسنجی مسعود پزشکیان 23.5% آوازها، محمد باقر قالیباف 16.9% آوازها، سیدی جلیلی 16.3% آوازها، قاضی‌زاده هاشمی 3.2% آوازها، علیرضا زاکانی 1.2% آوازها، مصطفی پیر محمدی 0.5% آوازها. با حذف نامزدی زاکانی و قاضی‌زاده در برگه‌های رای این 4 نامزد باقی ماندند. رئیس 62 ساله مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران و شهردار سابق تهران محمد باقر قالیباف، مسعود پزشکیان وکیل پارلمان از جناح اصلاح طلبان، سعدی جلیلی رهبر سابق هیئت ایران در مذاکرات برنامه هسته‌ایش با غرب و نماینده کنونی رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، مصطفی پیر محمدی سابق وزیر کشور و رهبر سابق قوه قضاییه از جناح تندروان. باور می رود که رقابت اساساً بین پزشکیان و از یک سو قالیباف و جلیلی صورت خواهد گرفت. پر محمدی طوری از نظرخواهی ها برمی آید طرفدار چندانی ندارد. یادآور می شویم شورای نگهبان یک نهاد غیر منتخب ولی پرنفوذ در نظام جمهوری اسلامی نامزدی 10 داوطلب دیگر از جمله سیاستمدار در ایران پرطرفدار چون رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد و رئیس سابق پارلمان علی لاریجانی را رد کرد و پیش روی اشتراک آنها را در انتخابات روز 28 ایون بست. در عموم برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ایران حدود 80 نفر از جمله چند زن خود را همچون داوطلب پیشبری کرده بودند، ولی بجز از 6 نامزد تصدیق شده بیش از 70 تن باقی مانده مرحله تصدیق از جانب شورای نگهبان را گذاشتن نتوانستند. ایران با حدود 90 میلیون اهالیش یکی از کشورهای بزرگ مسلمانی و بزرگترین کشور فارسی زبان به شمار می رود. سال 1979 شاه ایران رضا پهلوی سرنگون کرده شد و قدرت را در این کشور روحانیان تندرو شیعه به دست خود گرفته به جای نظام شاهی جمهوری اسلامی تأسیس دادند.